خب برای ساخت کرم پودر که دقیقاً مناسب و همرنگ صورت باشه، اولین مرحله اینه که یک کرم پودر انتخاب کنیم که رنگش خیلی شبیه به پوستمون باشه. سارا آندرتون پوستش سرده، باید از کرم پودرهای سرد برش استفاده بکنیم. مثل این کرم پودری که من اینجا دارم، این رنگ کرم پودر با آندرتون پوست سارا خیلی کانکته. روی پوستش تست میکنیم، میبینین رنگش خیلی شبیه به پوستشه، اما من میخوام دقیقاً کرم پودرم همرنگ پوستش باشه. چی کار میکنم؟ باید رنگایی که داخل صورت سارا هست رو به کرم پودرمون اضافه کنیم. سارا رنگ زرد، آبی، سبز و یه مقدار صورتی و سفیدی داره توی پوستش. از یه پلتی استفاده میکنم که همه رنگا رو داشته باشه. رنگای اصلی رو میخوام آبی، زرد و سفید. به پوستش اضافه میکنم. یه مقدار آبی، یه کمی هم زرد و یک مقدار سفید، چون که سفیدی هم توی پوستش هست. حالا همه رو با هم ترکیب میکنم. دقیقاً کرم پودرم داره کم کم همرنگ پوستش میشه. همه جاشو خوب بلند میکنم و ترکیبش میکنم. میبینین کرم پودری که داره به من میده دقیقاً همرنگ خود پوستشه. این کرم پودر رو فقط من توی این قسمت ترکیب کردم و رنگا رو بهش اضافه کردم، ولی این قسمت این کار نکردم. میبینین که تفاوت رنگی زیادی داره و یه مقدار از کرم پودرم هم دوباره به پوستش اضافه میکنم که کامل متوجه بشین تفاوت رنگشو. این کرم پودر دقیقاً همرنگ پوست سارا شده.